در سرزمین‌های دور، جایی که کوه‌های بلوچستان سایه بر دشت‌ها می‌افکند، مردمانی زندگی می‌کردند که به دلاوری و وفاداری مشهور بودند. بالاچ جوانی 20 ساله با چشمانی تیز و موهای مشکی در حال تمرین تیراندازی است. پدرش سردار قبیله با نگاهی افتخارآمیز او را تماشا می‌کند. پدر بالاچ گفت بالاچ، روزی خواهی توانست به سپاه اشکانیان بپیوندی. اما یادت باشد، برای دفاع از این سرزمین، باید قلبی از فولاد داشته باشی. بالاچ جواب داد پدر، سوگند می‌خورم که از این خاک تا پای جان دفاع کنم. خبرچینی آمد، سردار را صدا زد. سردار. رومیان به مرزهای غربی یورش بردند. سپاه اشکانیان به یاری شما نیاز دارد. سردار به یارانش نگاه می‌کند و گفت باید آماده شویم. سپاه بلوچ‌ها به یاری اشکانیان رسید. فرمانده اشکانیان گفت: اهالی بلوچستان، حضور شما مایه دلگرمی ماست. امشب رومیان نمی‌دانند که سایه‌های کوهستان در کمین آنها هستند. سواران بلوچ در سکوت تیرها را پرتاب کردند. بارانی از تیرها فرود می‌آید. نبرد شدیدی آغاز شد. صدای برخورد شمشیرها همه جا را پر کرد. زمین سرخ از خون رومیان شد. بالاچ در حالی که پرچم اشکانیان را به احتضار درآورد گفت: سوگند می‌خورم تا پای جان برای این خاک.